شیرجان بخیر بچه تو چرا بخیر در خانه پدر تا این وقت خواهی گردی تا می 8 بجه شبیر بخیر بخیر تو چرا بخیر برو کار کن شاکر بخیر بچه بخیر برو کار کن تا 8 بجه قرار خواهی میکنه بره بشین 8 بجه شده چطور نیست بره اولاد انسان پدرتان مرد شما با امید من مانده بگیر سرخانه تالا کن تو بیار شاکر بیار سرخانه آورد کن تالا کن بی گلاسار چای بنداز شاکر بی گلاساره شیرجان بی گلاسار چای بنداز پدر مادرتان وفات کرد شما با امید من مونده من زنم ندارم من میرم ننداز بوره ننداز بگی چای بنداز بگی بچه بوره نیست چای بنداز بخوره کار کنه از اوله قفدستان پیسه پیدا کنه بگی بخوره بچه چای بنداز نکو گیره بره کار کنه زحمت بکشه بچه بگی چای تو نبخوره تو میری در سر چوک در شهر اسپاندی میکنی پیسه تا گم نمیکنی روز کار کردی شب میری تو میری تو را میبرن در شهر پلاستیک فروشی میکنی فهمیدی پیسه تا گم نمیکنی 1 روپیه به جای نمیکنی 10 تا پلاستیک میتونه 100 روپیه شب برام میاری بیا خود چای تو را میبرم پیش گاندیوالم شاگرد محتر شوی روز 100 روپیه کتش گاب زنیم به تو میتا پیسه تا گم نمیکنی پیاده میری بخیده بچه خورده چای تو نه بخیده زیاد نخوری که مختم بره بچه بره هر کدومت بره سر وظیفه‌تون بره بخیر بگی افسله مرا گرفتن کلش همه جهان شد سعی کو تو قربان سرا پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من قربان سرا پای تو میشم مادر وعلیکم بچه محمده باشید بتریم اکل کنم خب چی کار کردی بچه محمده محمده بچه ها چی؟ برای چه کار کردی بچه مرا تو خب بشینه تو بشی جا بشی امشب چی بخوریم کار کرده چی بتون بشون بشی همه کار کردی؟ خب تو همه کار کردی؟ تو چه کار کردی؟ شبی؟ خب تو چی کار کردی؟ ها؟ مرا شبی تو چی کار کردی؟ طلا یافتی؟ خب باش کن ایره تو از کجا کردی بچه؟ تو همه که پیسه کار کردی؟ تو باشه از تو رو سعی کنیم ای طلا سا ای طلا نیسا تو همه یافتی خود طلا نیسا ما قربان سرا پای تو میشم مادر من تو برده پتی صندل بشی بخیر تو کار نکردی هنوز میگه یک زده مرا همه که کار کردی من زنگ زدم خلیفه گفت 10 موتر شیشیم 10 20 2 ساعت چه کردی 90 50 روپیه دیگه زیر چه کردی یا هنوز میگه خونه خورده مرا زیر صندلی بشم فدای قلب زیبای تو میشم مادر من قربان سرا پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من اگر یک روز من پیغام نداری دو شب آرام نداری اگر یک روز من پیغام نداری
شب آرام نداری سبب فکر سودای تو میشم مادر من صدای قلب زیبای تو باش که من کناری رسید کنم چون تو کناری ها آوردین برام بیا ارزادا والا اینیش خوب کناری سا نه راماسا آفرین هر روز برم سرمایه میشه برام یا پیسه کار بیارن یکم کناری مناری بخشم پیدا کنم والا پیسه هم خوب آورد 150 رو به روز ویش کار کردین 2 تا کناری 10,000 شه بخرم 5 ری والا صدای آزان والا خام گرفته بود میخینی نماز میخونه خام میکنه یک دو سه 4 5 6 7 8 9 10 ماما خیتش نشدیم چی چاره کنیم پیسه هم نداره خیر بیخ تو یک پلان مامی خیر بیا دیگه ایت از غالبا کود یک داد رو میدادی نکن خیلی خوشم میاد نه تو بچار تو 1 2 3 4 5 شیرا چند است کاکا شیرا 25 حالا تو رو بگیره شبیل بچه شمشه و محفل میهن یا نه؟ شبیل لالا محفل یک شب باید بید لالا جانم شب مجمع داره سخت اگه دو دفعه دیگه هم نرفتم غیر ازش باید امشب برم نمیشه دیگه لالا گپ لالا ترات نیست نه لالا خیلی باش که یک زنگ دیم برو زنگ دی بله مونیر امشب والا یادم چون یک محفل داره نمیتونم با گزم آمده میشه که امشب گزمه بیری با جای من دیگه لالا بسیار میبخشی دیگه کار ضروری شد یا نه تپ نبود خداحافظ خداحافظ چه کردی شبیل جدا گرفتی یا نه؟ بله لالا پولیسی چی به درد میخوره شب روز بدی پیش را کو آخران به خاطر وطن چی؟ کدام وطن؟ لالا پنچه میگردنی؟ حال تو پنچه میگردنی؟ والای تو پنج ما دشمن دار شدیم شکر لالا فقط بیا یک عریضه کوی ها؟ سر مخم نمیکنی؟ نه لالا همه قشیدی؟ نه دیگه نمیکنم لالا برای این گفت کم کنی که امشب محفل است حوصله ندارم باز نه لالا جبار است لالا سلام علیکم رئیس جور بخیر چی کردی موادها را چی کردی؟ زمینها را چی کردی؟ والای این موادا یکم در کار متخلی ایجاد شد نشد به خدا زمین ها را این نام خدا سای که کلش به زور خود با رئیس وار کارخانه ما همون موتر کل چیز فراهم کردیم اینه بیش ما ریشخند شدیم چرا موتر ناوردی؟ رئیس آن نخونه او خود قصر اگه واره. کار نکنی عاقبت خوب نداره بریم شرک به نام ما است رئیس شیر شرک رئیس شیر بریم رئیس دای بریم یا رئیس صاحب بچه چیزا رو بله بیشی رئیس بیا بیشی بچه همین چیزا رو بیاره خوش آمدی رئیس صاحب دیگه بچه ها کجا هستن؟ دم در روزم نمیشتیم دم کامیت دیگه شروع که عیاشی شروع بخیر بخیر
کارا بیا خب بچه اینه که ماندی برو در دان بیرسا چو بخی تامور بکدش بگی تو پنگه برو دیگه حالا زنگ ده بیادرت کجاست بیادرت هم بتن برام زنگ میزنم اینه باشه یک دقیقه پارتو ایشالا به رئیسای پس چی آوردیم؟ روسیه خوبش امشب زنگ زدم برای معاوضه این بود کام کدش گت از رئیس های قماندان نه امشب اومدی گپ مرا خرد نکدی خدا یاره باش ساده شروع کنه بگی رئیس های بگی قماندان شروع کنه یکان سازمازه حالا من تو را گفتم که از من نرو بیا دیگه ها خداحافظ شروع کنم شروع بخورم نمیفهم تو برو یک افسه که پیوسوره فیسا پایین شدم غیر نافره ای بیادر بس رئیس صاحب شبیه جان آموز ترک کش بشین بفرمایید سر که دیگه بگی پیپسی Bye.
صادقم گیرمگی نزن الان ساز سعی شروع کن فكرة باشه که لازم قطع معویده دانت میزنم بفهم بیایی بابا داره بیشی چی نباید میمانم چی نباید بیشین بابا برش از درامه بیل جو قطعگنه باکر برا ببره متوجه باشی خان این لالای ماست مایکو خور یا لالای سی بیاده کنش که برا ببره شکر یک بیخ لازم بردن اینجا خان گب نده از ما رئیس ماست درسته لالا رئیس است هم بودیگارد چی کاره باشه بیشینه شد اصلاش فکرت باشه دیگه دویم بر بیادر من رفتای کنترل بشی کار میکنم برای من برو رئیس کدام رئیس چی رو آوردی نخونم با چی میگی شاکر از با شما نشو زنگ تاری و میرم بخیر. رئیس برو رئیس کدام رئیس دست من شاکر برو رئیس خیر آرام باش خون سر باش میشه کنی کار ما از طرف همون تا واسطی مذهب میکنم بابا خیر دیگه به جواب رو میمانم باز. رئیس خیر لاله مرمان قدم رفت تا پس بودی فرار دیگه به جواب رو میمانم باز. خیر رئیس هیچ کاری کردن نمیدی بابا چه شاکر خیر پترول تمام وقت دیگه گیر کردی خونسر پترول شاکر مزرعت بخیر بخیر کدام مزرعت چی باشه که مزرعت بخورم برو شاکر گپ نزن رئیس فقط بابه کس باشه زنگ تاری و زنگ دیو میرم بخیر. رئیس صاحب بله پترول بیا تیاره که ما میریم بخیر صاحب میکنم جمع بار به سر درکات بگو بخیر شاکر صدا کنه بخیر های جمع کن میفهمی؟ بینشا بسیار کلمه تاور پس اینجا کنید پس کجا افتاده بود؟ رئیس صاحب برو پشتش نگه. بیا قبایی من رجگاه بتام راست است. خب خود اله دارم لاشش و سگام میرسه رئیس صاحب گفته بکشمش مرغای هوا به یادش گریان کنن همونجا زیاد قفقات میکردن صرف ما یار به خاطر سردار چیزی نمیگم. گریت کردگی که نبرمش مرا پترول میگن امروز روز آخر است میری میکشیشان خلاص میکشمش حوصله کن رئیس بدون کدام مشکل امروز میری میکشیشان بچه شاکرش اول میریم میکشی اقتصاد خبرش بگیر. برو بخیر دیگه شاکرش بکش برو بخیر صاحب این زمین ها از خودت است کلش اگه میبینی تصرف لالای از کلش از خودم است برو دیگه تیزه کتا تو چرا قتال میتی چرا بادیگارد نوردی تو امروز از رئیس اینجا روسی هست برو تیزه دیگه بله شبیر خوب هستی بخیر ما میام طرف شما در پارک هستم کجا شاکر جان صحیح خدا حافظ پونه نفر نامونه بگیریشه بگیردش بچه میاید نشناختی بی غیرت شب خدا خبیل هم بکردی بی غیرت نشناختی دقیقت زود ترسیدی رفتی تو همون آمردی هستی که شوکای رئیس آمده بودی دیدی بی غیرت ترسیدی بکر
بشنوی حال او لالات که زیاد خود اعلام میکرد کرید کده برات میارمه فکرت باشم کرید کده برات میارم وقت تو هم میرسن بسیار زیاده روی میکنم فکرت باشم فهمیدی؟ بخیر میبرد تو هم میرسن نامردو امرک کن نامرد ليش؟ راجل ليش؟ مرد تو یکت کنی ليش؟ دارای نامرد بگیرش ببینیم این چه چل پاسک چه رقم بوده اعلام بده پاسک خورد بگیرش چل پاسک $20 خریدیم بس مرا تو پنکره نه رئیس نامرد آخرم ما 3 نفره بگیریم خدا روز ایران میده جا ای نامردو رئیس بکشیمش رو دای شب کشم بالش بعد است خدا میکشیمش باید مسیلات باید بعد است خدا میمونه نامرد فایل کنه برو نه شاکرت اصدا کجا نامردو نه بخش که نام خودت نگرفتم برو شبیرت اصدا کن رئیسای دست آمد ناشتی رو ببره دو ترک کرده بگیردش بیا اولاله دگهش ببینه برو اولان نخوشتش میبره تو مردنم میتونی شاکر لالا امروتی کار کی کده جور میشی ببر به شفاخانه بدرو شفاخانه بخی بریم شفاخانه شاکر بدرو جور میشی چاپ جور میشی ببریم به شفاخانه لا اله الا الله محمد خیره شاکر بخیر شاکر کل کار لالا دست تو همیشه میموندی که میره دستگیر میکرد لالی کارا نمیکرد جبار شاکر
نکردی ماموش یاد نمیاد که چه رقم زورگویی میکرد آه خانه رئیس شد صاحب یادم آخه یاد است مگم جگرم خوشت بعد شعرش ارسش هم میکشم و می رقم که کشتی می رقم ارسش سرت میکشم در پشت تلفن گفتم میگفتم لا شده تا برات راهی کردم اما تو بکش ارسش هم بکش اما خبر شده که زیاد بلند بروازی میکنه رئیس صاحب کنش هم میکشم مفسد متوجه باشی درست از رئیس صاحب مگم بسیار بلند بروازی شعرش میکنه بخیان که مرگ از همیام رسیده است میکشم شعرش هم میکشم ما یک دفعه بچه ها را سر کنم بخیر ما یک دفعه برم پاس بیایم بخیر تا خارجه باز ما برای اردی از دو شیاب میزنم بخیر پس میایم یک دو سه نفر هم از اینجا میارم یک رگام در موجب زیاد بلند پروازی میکنه بخیانم که از ما خبر نداره باز میایم بخیر باز گپ میزنیم فقط منتظر زنگ رئیس صاحب سردار باش که ترکیه زنگ بزنه با سعی که چی جورشان میده رئیس همی رئیس سردار برای من نشان بده من نشان وقتش که رسید با نشانت بهت معرفیشان میکنم دیگه رئیس صاحب یک میل کنیم خیر با دیگه مفتخار بخیر زنیم تو پارتا شراب ده گرسا خواهی که من قطر تحسین کنم تا بالا خبر چه مساعد تبدیل کنی چی سازی بگی نه سکرت در میدی بخاطر درس رئیس کنم صاحب بچه‌شم رئیس صاحب در بتم سکرتر نه رئیس صاحب سلامت باشی بیا در تو خونه میزنی مثلا در سکرتر نشی آه رئیس صاحب برا خو انداختیم مگم خوگری نکنی صبر خودت تو میفهمی که در قول ما خو کردن نیست یعنی میگم پس ما را خود پدرول خو میفهمی که میگم یعنی نه رئیس صاحب بیا بخیر نه رئیس صاحب خلاص هستی بچه نخواد رئیس صاحب خلاص هستی زدیم رئیس صاحب سر زمین ها سرم چیز زمین دار ندارم زنیم کتت بگی اگه حتی چیز تو بردی کنم نه رئیس صاحب باخت قبول کن نگوی که رئیس هر زور هستن بازم بیشک نه رئیس صاحب گفتم که در شنگ ما خو کردن نیست نگویی که من زور نبودم دیدی که بردم تا میگه دیگه بچه بازم یادم طالع. رفتی مرچین کجا طالع دیگه رئیس صاحب رئیس رئیس صاحب مگم یک چیز مرا یادم رفت که برات بگویم ابو زمینایی که نامدیم که گفت که بزرگ خود گرفته میشم من سر از امو از اول باور نداشتم تو بگی شرابت هم بخور با خسیش هم میکنم پسانی وای باشه تو بگی شرابت هم بخور با میلش فامیلی رئیس صاحب چند دانه بوتر مرام داده دیگه نفرهای مرا بخیالم جانک از حساب تکشان بخیالم میخوارن سر سر کلش هم بردم میکنی یک وقت از زیر دست ما برآمدن آل سعی که سر خود ما شیرک دارن دیگه رئیس صاحب واکو برو هست بش دیگه رئیس صاحب دیگه من نمیخواین که بس آمد چوی دیگه نه یک روز پیش ما میمان هستی رئیس صاحب بگی فامیلی رئیس صاحب مگه من اخلاق از شیرش خوشم نامد رئیس پترول امر کو خاندانش بر در میتام بخه برو یکم خاندان دیگر تعدیل که بخیر گفت ناق میزنه با خودم هم میفهم سر حسابشه هر کس حالا آمدن در موضوع شخصی ما کار میده بیا بیشتری جا دیگه گپ نزنی دیگه با خود بکش بیار است به خاطر میماندنیم شاید در بیشتر به خاطر میماندنیم زنده باشی رئیس صاحب مگم جان ازم دیگهش میخواره سر از هموشان گفتی هستم با عشق جگرم خون شد اما سر از دیگهش خبرم نیستم فکرت باشه رئیس صاحب کلش هم بکش منتظر باش کلش هم میکشیم میکشیم بخیر رئیس صاحب کلش هم میکشیم مگم رئیس صاحب واقعیت که رئیس صاحب بسیار مگم جگرم خون شد برش باور که آقای دیده شکر دیدم بازم جگرم خون شد نشاید جگرت کن جگرت کن نشد از پشت تلفن خود دیگه زیاد اختار میتر میفهمی؟ بسیار خورد بودن یارا کاکا شیلا کد رفت ترکیه دو تا یزی دوست شد یک جایزی پلیس شد آره چرا کاکاش که بسازدم تو چرا بسازه فقط بکشش ما و تو از طرف کاکاش آمدیم بکشه میریم مگم رئیس صاحب خب بازم بیگناه باز بود مازم نداره بکش علاوه بخور تفروشی تکو رئیس صاحب سیگریتی دارم تو بگی سیگریتی دارم
درست از رئیس صاحب مگم نشست یه نه شرابی کرباو است وای رئیس صاحب میفهمی چه غلق است نمیفهم چی میکنم چی نمیکنم مگم خوب شراب است مگم خوب شراب است مرا رئیس صاحب بهتره مرا خدا رو داده فهمیدی مگم قصد خواست به شیرش میگیرم ثابتش اخو نمیبانه قمندانه خودم میگیره قطعا بردگارتش یه جای مرا پدرول میگن قطع پدرول که درش نتون باز نام تخیر میتون که تا کجا درش میتی که تل پدرول درش میتی ناق نام تر پدرول نمانده متوجه باشی درشان میتی صبر کنید حالا رئیس صاحب بخی اگم خانه دیگره باشی رئیس صاحب رئیس صاحب میری نارا پیر من رفت است باز من ایره خود سندر خود نمیبانم میره نمان بویشه خود قطع مرمی زدم اینشه کسی تب و شک نکنم گفتیم به شام کسی تب و شکت میکنم باز من او شیرش خود دادم روی میایه یک قجرات داره فهمیدی رئیس صاحب مگم باز من قدم روی زابطکش کار دارم همش گاله چکت که دیگه دب شیری هر کی آدم بیاب میکنن مگم میفهم چی یاد رفته یک تکاو که یاد رفته که فده مگم میرخصی دیگه آره رئیس من خب بلد نیستم رئیس صاحب دیگه نخوا بخط بخیر چکت کنید بود بارسی اصل سه ما با خیال میام نشاشد از رئیس صاحب مگم رئیس صاحب فکرت باشه که میکشیمش بخیر چکت بود دیگه مزا میکرد کاو سالا عمرت آنه تیک کنی مگم دیکاو بگه دیگه بجی جان مستی بچه بکردی کامه مختاله داریم دیدی؟ آره که رئیس صاحب سر ما خود سفته مگم رئیس صاحب امشب می رقم نشاشده کلاشت بدبختی شاکر است بخی چو باشه چیز کو دیگه کدام رئیس هست چو مچم باشه بله سلام علیکم رئیس بله مشتم رئیس سلامت باشی رئیس بله یا رئیس این کدام رئیس هست که تو بله یا رئیس رئیس کشتم کدام رئیس هست؟ کشتم هیچ رئیس محفل خود به خودی هم بچه‌ها جمع شدیم اونجا گپ میزنن خیلی اصلا من خراب کنی کدام رئیس هست رئیس کشتم شاکر بیادرزاده در کشتم رئیس صاحب تو امیر کو دیگه شام میکشم رئیس از این قدر قیام بس کن رئیس این کدام رئیس هست سر محمد دادم این هفته رئیس خدا ششتکی سر محمد میته بله بیسا یک جای مهم بله رئیس بله همش رئیس کدام رئیس هست بله رئیس ما را خزیر امر داده کشتید ما نه رئیس قد در گفتم محفل رئیس خود صاحب رئیس یک محفل دیگه است ما چه می کدام رئیس بازید بخیر بس کن رئیس یک محفل خود به خودی دیوانه است یک بچه نشست نمیفهمه چی گفته رئیس تو رئیس کشتم شاکر کشتم نزدن رئیس جگر خود ما میکنن دو تا دیگه ما منتظر امر خود هستم رئیس خب امشب ماندگی بگیریم صبح درست رئیس رئیس فعلا خداحافظ رئیس یک جای هستم نه کدام رئیس هست قد کن خداحافظ رئیس خداحافظ چیگه بسر تو خچی آنو کدام رئیس هست چوب بود کدانه تا از شما کرده کسی که باراست من استفا میتم بسه که چیه گفتم من معرفیت میکنم باز که سردار نگفتم من بازی سردار برای من نشان بده رئیس سردار تو میگی تو رئیس سردار بگو خب مقصد هر کسی باشه هر دفعه برای من نشانه بده قواره برای حساب میفهم یعنی دیگه گپ نزدی که تا تلفن گپ میزد بس کو دیگه رئیس میبخشی میبخشی چی گپ بس که کار هستی بخیر چند که اگم خواندن را که بازم رئیس صاحب. چه خب رئیس بازم میبخشی دیگه چی میکنی چپ گپ نزن شیر چی گپ؟ آمدی جوار کن های توس چی کردی ما بسیار زود آمدی شیر حیوان بی پدر برو سر زود
چی گپ شیر جان بس است بیادر با شما چی کار کرده؟ بس است دیگه کی کشته بیادر تا نظر دیشا جان بس است بس است شیر جان اونای دوست بابا لاش هستی فکرت باشه شیر گپ نظر دستت چین قایدید بس است شیر جان بس است دیگه ببری را آمدم مترکتش کار دارم من ببری تو رو چیزی نگفتم ببری ببر باید دیگه اگه شیر رئیس تو برو ما میایم بازم تو بود حیوان کثیف شیر مقصد به طورت موی رئیسم ضرر نرسه تو بیادر رو مکشتی که یکا پرسانش تو میکنم جگر رو مکشتی مگه بازم از چیز نگفت مگم بابا که بچه پدرم باشه میکشمش گپ نظر فکرت باشه دیش بخزانش بخیر حیوان کثیف بس شست بخیر دستت اندازه دراز کن شیر او را خلاش به سگان داخت فهم از این زندگی رو دستت چین دراز کن شیر گپ نظر خبرت کردیم شیر او را خلاص به سگان گپ نظر سادش کو نه دیوال طرف خداحافظ لاشت به سگان نمیرسه برای مال روی بیادرم شد و جانو دیگهش باز من میفهمم بخیر آمدید. چیش دیده برید داره که رفتن که بشارت کردن که چی؟ آقای بیادرزاده تو سمیه که شکشتیم دیگه چی نتونم. چی شد پدرول ما؟ چرا ناوقت کردی؟ ناوقت رئیس برابندی بود میفهمی دیگه شهر کابل است کدوم مسکن برسه. چی شد پدرول ما؟ پدرول دم بیادرزاده که کش رایش کردم طرف خارج جمعیت زور از گفتم نگیرنده شهر. چطور رایش کردم خارج رایش کردم؟ بریم با صفای نکن چاپاسی نکن. بریم رئیس با کماندر در خانه قسم میکنیم. بیا. خواه گفته شیر جان ناخی زحمت نکشی. هیچ گپی به گفتن ندارم. آخرین گپ می نمیست. این تو که بیادر دکشتم تو را میکشم. اگه هوشیار رستی از زنده لاین نکنی. در شب نخوری کسی نو بغلش هیچ جقزش نشو. جزایت قفاقا را میدی. جزایت قفاقا را میدی. خواه جزایت قفاقا را میدی. مازی میتو میتی جزایت قفاقا را. تقرار نمیکنی جوش یک چند تای دیگه نگیره بفهمه بفهم زنه بیرو برو خاکم.
برو قاتل بیادر تا بگی. قاتل بیادر سستی. نیستم. تو کشتی. نیستم پدروله. تو هیچ چیزا. پدرول. دماغتان نشه جانوس. پدرول از قاتل است. اقرار میکنی یا نه؟ تو بسیار کلشم. چارهت نشد. اقرار میکنم. کاش که سرش. بیاد. کلی کارا را کاکایت میکنه. کاکای؟ کاکایت میکنه. کاکایم که از افغانستان؟ کاکای در خارج است. توسط کی پیش میبره؟ پدرول. ما. پیسه رای میکنه. نه که ما زیر دست کاکایم بودم. زیر دست کاکایت بودی. تا فعلا نکه پیسه رای میکنه تا این قد که رسیدی کاکایت میکنه این کارا را کلشه. باور نمیکنی. باور سخت است. گناه است. برم امو کشته. کاکرم هم کشه. پیسه رای کرد که بکشه چه. با پیسه رای کرد که فاطمه را رای کتوکیه. فاطمه را رای کردم. پترول. او نام اصلیش اجمل است. پدرول میگندش. کاکا. کاکایت کلی کارا را کاکایت میکنه. کاکای میفهمه که کاکای اندرم است. هر چی کس من نمیشناسمش. پیسه رای میکنه. ما توسط از او آمدم. علاج کن. بخیر. وضعیت ما خراب. چه وقت میاد کاکای؟ کاکای چه وقت میاد؟ میایه. ها؟ امروز میایه. بخیر پترول. حساش جوان. بازم میبخشه. خود کشتی بیادر ما. من نکشتم. مگه مال جاسوسی بیادر. کاکایت کشتم. جاسی مرا. هر وقت کاکایم آمد به ما زنگ میزنی که من فرار گرفته بیارم. برو. کش کو دیگه. نزنی از پشت کت برو برو. همه زن اومد. تو سعی نکو. اکنون
بله شیر جان جوار هستم. بله یا جوار هستم. کاکای تا اومده گفتم میچید است. صبح میگه بیایید جنگل اسکندر. مالا تلفن نه. بله بیادر دادا. جور هستی بخیر جانا جور بخیر هستی؟ تو برادر دادیم هستی دوست دارم. پشتان دق شده این بیا که دیدارت ببینم. بیا جنگل اسکندر بیا سبا دعوت هستی. آه فکرتان باشه دو نفر بگیره. آمادگی آمتام میگیری. فردا سر اردوشو چرب میگیری. مثل شاکرش باری. بخیر گورشان بگردم یعنی گورشان بگیری. خانه ما نبیا ناجور میشه چای بگی بخواب بگیره. بخی بس این نفرهایی که روان کردی بس آمادگی بگرن اعتباری هستن. بخی برو تا آمادگی را بگی که از سوره نوات پنج شده ما خسته هست میرم شده. بخی برو دیگه. بانشان کن رئیسه. سلام علیکم رئیسه. بخیر هستی؟ یمی چند وقته که نبوده نمیبینی کل سرسوخوری که درخت خواهده برای دیگه آواره که میتون کل از خود تصمیم کل چیز آماده است. کل چیز آماده است رئیسه. رئیسه یک جا کشتا یک دیگه پولیس است. کدامش پولیس است؟ پولیس است یکیش پولیس شده. رئیس سردار هنوز نشناختین؟ زنده باد سردار! زنده باد سردار! زنده باد سردار! جنگل اسکندر بریم اونجاست. چقدر پیش شده لعنتی را چرا تو بکش خو دکتر و میرم بس میم خو فقط کوکو نگیرم. جور نخوری بونه بون خوری بون بکشم رئیسی شیرجان تو بکش بون تو پنگیدم بون شیرجان چرا خیلی جاکا شی تاکان نتی بچهش که بچه بچهش برده پنگیدم بگیر چه برده پنگیدم بچه بیا بگیر پنگیدم بگیر پنگیدم برده پنگیدم های غافلا آخرم بیادر زده لعنتی مرا میمازد گیر کنم عادل خود نیست رئیس این منطقه توسته کسی نمیتونه سر تو تفنگه بکشه بگی تفنگه امیر قمه میتی میگرم رئیس کل نفرها خود چرا غافل آمدی بازی بیادر زده داری مخیز رئیس کلش خودت در ترکیه آورده بودی معلومه خود نفر من خود نبودی که تو خواهی نسی تو هم ندن رئیس آقای خیرش کنه آقای بیادر نگاهی برسون باز بطان میرسون چش کنه بسیار چال باز هستی در خدمشان بحثه کنه در خودی عزیز برسون آخر کار تکری کام تو هم خواهین بر آمدی؟ تو خواهین هستی ما تو را کلان کردیم تو به میرس تو را کلان کرده بودم ما را به می خاطر کلان کردی که ما را دوست نازر بکنی
خواهیدم امروز یه اندیز برآمدی من در تا کشتم تو را میکشم. چی؟ ها یه از تو خواهیدم و اگه تو از برآمدی فهم که پاچاستی تو را همجوری از این میکشم. با ببینم شهر بشه یاد تو بازی میکنی و تو بازی کارش هم تو که بدر تا کشتم تو را هم باز میکشم. من کن بوده چی کنی بچه من نکردیم بگریزه خواهی کنی بزنی جنگ میکنیم بره با سلام زندبان تو را میکشم شیر جان تا کشتم فاکر تا کشتم لالا انتقامت گرفتم. لالا حقت بگم. لالا جور میشیم میبرم شفاخانه. نه لالا من رفتم. آرم کوتاه. زندگی به من بی برابر بود. لا اله الا الله. من بسر آمد زیبایی خبر آمد پیشنی بر زیر ایبان شده نفس تنگ از کجایی دل نبازیم شب منزل میبرایی و درد دوری تا کی بسازم مست با بستان میدرایی بیا یک لحظه دردی و دل جانی من دل میربایی که پیش چشم تو جون را ببازم همچو بلبل میسرایی حاصل من بسر آمد Posta tej fajna.
باشه.